علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال پرسیدن که ما در شهر کوفار هستیم و در اینجا اذان نیست و چگونه ما بفهمیم که صبح صادق شدگی است. بارک الله فیکم. البته باید که هر روزدار باید که ایرا متوجه باشد و این از احکامات روزه است که ایرا باید که بداند که ما یکی از صبح صادق داریم، یکی از صبح کاذب. صبح صادق یکی صبح کاذب و یکی صبحی که براستی است و یکی صبحی است که بدروغی است. اول پیش از صبح صادق صبح کاذب است و علامت صبح کاذب این برآمدن یک روشنایی از طرف آفتاب برا به صورت درازی است، نه به صورت پهنایی بلکه به صورت درازی است و تخمینا میان صبح کاذب و صبح صادق این 10-15 دقیقه است تخمینا تقریبا. و اما صبح صادق این علامتش برآمدن روشنایی از طرف همون آفتاب برا به صورت عرض، به صورت پهنایی است، نه به صورت درازی بلکه به صورت پهنایی است. پس این یکی از علامت های فهمیدن صبح صادق از صبح کاذب است. و وقتی که علامت همون روشنایی، وقتی که روشنایی به صورت پهنایی وقتی که از طرف آفتاب برا وقتی که نمایان کرده شد، در این وقت دیگه خوردن و نوشیدن جایز نیست، چون که الله عز و جل میفرماید که کلوا و اشربوا حتی یتبین لكم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی بخورید و بنوشید تا اینکه برای شما واضح و مشخص و بیان بشود رشته سفید از رشته سیاه. مرادش همین صبح صادق است. بله، بارک الله فیکم.